ورزشکاران ولایت سوغد از اولین بازی‌های ورزشی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در شهر قزان فدراسیون روسیه برگزار شد در نمود کشتن کمربندی مهارت خوب نشان داده با 2 مدال نقره و 3 مدال برنجی به وطن برگشتند. دستپروری مؤسسه دولتی مکتب ورزشی زرافشان نوحه جبار رسولوف خورشید کریمزاده در این بازی‌های ورزشی مهارت بلند نشان داده صاحب مدال نقره شد. در شهر کزان مسابقه کورش برگزار گردید. من در آن خوشحالانه اشتراک کردم و سزاوار جای دوم گردیدم. اولین حریف من از شهر کزان بود، او را با حساب 3-2 مغلوب گرداندم و دومین حریف من از جمهوری قرقیزستان بود که من آن را با حساب 5-0 شکست دادم. من بسیار خرسند هستم که سزاوار جای دوم گردیدم و در آینده کوشش میکنم که جای اول را گیرم و پرچم تاجیکستان را بالا بردارم. ورزشکاری دیگری ولایت حاجی اکبر تاشمرادوف از شهر استرافشان به گرفتن مدال نقره مشرف شد. دلشاد قربانوف از شهر استرافشان، قربانعلی آخونوف از نوحه ظفرآباد و فیروز زیوف از مکتب ورزشی دهه زرافشان نوحه جبار رسولوف به گرفتن مدال‌های برنجی سزاوار گردیدند. امروز باعث افتخار است که یکی از ورزشکاران مکتب ورزشی زرافشان در بازی‌های SNG اشتراک نموده جای دوم را گرفت. امروز در ناحیه جبار رسولوف در دهه زرافشان بسیار این نمود گشتی خیلی رشد کرده ایستاده است و ورزشکاران ما در این نمود 2 مدال طلا در چمپیونات جهان آوردند و 17 مدال در بازی‌های آسیایی در شهر اشخاباد که شده گذشته بود. ورزشکاران مکتب ورزشی زرافشان در این نمود گشتنگ کمربندی و خزینه ولایت سوغد 17 مدال آوردند و امروز ورزشکاران ما بسیار خیلی آمادگی خوب دارند برای که در آینده در دیگر مسابقه‌های بین المللی خوب اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارند. مورد به ذکر است که در بازی‌های اولین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که از روی 19 نمود ورزش در شهر قزان فدراسیون روسیه برگزار شد، از جمهوری ما 80 نفر ورزشکاران اشتراک و هنرنمایی کردند.